مسکن حتما فساد وجود نداره، حتما جرم وجود نداره. من به همه مسئولین قضایی و مسئولین بالای کشورم گفتم به هر حال همه داد و فریاد کردن که در حوزه تعاونی مسکن فساد انجام شده. سمعا و طاعتا. ما گردن و اصلا باریکتر خود نامه نوشتیم همه دستگاه نظارتی بیان ببینیم این فساد کجاست. با همین قطعیتی که ما از این طرف میگیم جرمی اتفاق نیفتاده، با همین قطعیت هم میگیم که یک کمپین سیاسی پشت این موضوع هست و این کار دقیق داره مدیریت میکنه. اونها هم دغدغه‌شون دغدغه مبارزه با فساد و بیت المال نیست، اهداف دیگه رو دنبال میکنه. ببینید این شیوه قالیباف دیگه. شنیدین چند دقیقه پیش احمد توکلی گفت که شهرداری خودش همکاری کرد با ما، اسنادی که می‌خواستیم بهمون داد. بعد آخرش چی شد؟ وقتی شما به قالیباف گفتیم که جرم اتفاق افتاده پیگیری کرد، توکلی هم جوابش شنیدین که نه متاسفانه. بعد چی شد؟ چون سیبیل قوه قضاییه رو چرب کرده بود سردار شهردار، زورش البته که به احمد توکلی نمیرسه. یاشار سلطانی خبرنگار رو میگیرن، معماری نیوزش هم میبندن، یعنی افشا کننده رو میگیرن، مجرم افشا شده رو بهش میگن آفرین حالا برو بشو رئیس جمهور. اینه کار رهبر معظم و شورای نگهبانش. حالا سردار قالیباف این که رقبای تو اهداف سیاسی خودشون رو دنبال میکنن و دغدغه فقیر بیچاره ها رو ندارن، جناب عالی دغدغه بیت المال رو داریم. این شعارا رو بزنیم کنار، مشخص حرف بزنیم. شما جواب این دادنامه سازمان بازرسی کل کشور رو دادین. ببینین توی این دادنامه من سریع 2-3 خطش رو بخونم که ببینین فقط صحبت احمد توکلی نیست. این جرمی که اتفاق افتاده. دادنامه کجایی؟ خب دادنامه است علیه آقای مدیر دفتر شهردار تهران آقای قالیباف، جناب آقای ممجواد شوشتری، سازمان بازرسی کل کشور، تاریخ چندم 5 فکر میکنم فروردین مرداد خرداد تیر مرداد 95 که میگوید جناب عالی آقای محمد جواد شوشتری به عنوان مدیر کل دفتر شهردار، هنوزم مدیر کل دفتر شهردار، برخلاف ماده 6 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی دستور واگذاری املاک عمومی شهرداری به اشخاص مختلف نموده اید. فلذا وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری فلان فلان قابل پیگرد قانونی هستید. مبادرت به تجویز غیرقانونی واگذاری و فروش اموال عمومی املاک و مستغلات شهرداری تهران، هم از زمین، خانه ویلایی و آپارتمان بیش از 200 واحد و نتیجه چه می شود؟ بالغ بر 1500 میلیارد ریال متضرر شده است بیت المال. بند بعد واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع. چقدر متضرر شده بیت المال؟ 22,000 میلیارد ریال. اینو خاقانی سرپرست هیئت بازرسی امضا کرده. جواب این داده شده آقای سردار قانون گرا که واقعا شرم‌آوره که آدم بگه که بازم بگه من قانون رعایت میکنم. بعد با این دسته گل تازه افشا شدهتون چه کردین؟ استخدام 4200 نفر از خواص در مترو. اسم ماده ها تو گزارش سازمان بازرسی. این گزارش هم که هیچ وقت مردم چیزی ازش نمیبینن. مردم همیشه نامحرمن در حکومت امام زمان. یه گوشش ناگهان تو جلسه غیر علنی در میاد. یه اشتباهی افتاده سال 92 بالاخره نیروی انسانی اومدن. بعد ما نشستیم دیگه شهردار اشتباه کرده و شهردار اشتباه کرده، بنده اشتباه کردم. حالا این چه ضرری داره؟ این چرا باید بکشه؟ آقای ناراحتی بکشه؟ آقای دکتر حافظی
ببینید این اشتباه افتاده ولی بالاخره شورا باید تدبیر کنه دیگه. اومدیم نشد، نه قبول دارم آقایون برن اقوامشون استخدام کنن، عجیب مردم پرداخت کنیم. من یه نکته بگم چیکار کردیم با دوستان‌های مهندس. آقای حافظی، بنده که میگم این حرف رو نزنید. یک قوم من رو در هیچ جای شهرداری پیدا نمی‌کنید. اگه پیدا کردید بردارید بیارید بعد شما نمیگم، من خوندم چه کسانی، اسامیشون هم هست به اسم توی گزارش. برحال نگید عموما. گزارش اجازه ندارید از قول همه بگید. آقای مهندس گزارش بازرسی اسم آورده، آقای حافظ اسم مدعاها رو آورده، بله. اسم هیئت مدیره رو آورده، اسم افراد کشوری لشکری آورده که نامشون حتی در که اسم شما نگید شما در برخی موارد بیش از یک نفر. برای چی عجیب مردم ما هزینه؟ بله. 9 اسفند 95 دکتر حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران که با لهجه اصفهانی صحبت می‌کرد در جلسه غیرعلنی شورای شهر افزود سازمان بازرسی کل کشور در گزارش 93 صفحه‌ای خود در مورد شرکت بهره برداری مترو تهران مال شهرداری تهران نسبت به جذب 4200 نفر نیروی مازاد اعلام تخلف کرده است. میزان حقوق و اضافه کاری آنها از حدود 4 میلیارد تومان در سال 90 به حدود 15 میلیارد تومان در سال 92 رسیده، فقط تو 2 سال. 400 نفر از پرسنل جذب شده این شرکت بالای 40 سال سن دارند که مدرک تحصیلی 50% این افراد زیر دیپلم است. همچنین 30% زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد هستند. 300 نفر از نیروهای شرکت بهره برداری مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است. چمران هم که همکاسه قالیباف نمیذاره حافظی حرف بزنه اصلا. حالا غیر از این که اینا علنی نمیشه، فقط تو جلسه غیر علنی. حافظی که گزارش سازمان بازرسی تو جلسه غیر علنی شورای شهر افشا کرد، بعد از این رسانه‌ها کم و بیش بهش پرداختن. نمونه کوچیکی بگم. نوشتند علیرغم ممنوعیت استخدام نیرو در مجموعه شهرداری تهران، علی محمد قلیها مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو، مدیر عامل وقتش، که چرخ آن شرکت بهره برداری مترو چرخش با یارانه دولت و شهرداری یعنی پول مردم میچرخد، با وجود آنکه خط جدیدی به خطوط مترو افزوده نشده، در یک رکورد تاریخی تعداد پرسنل را از 3500 نفر به 8500 نفر افزایش داده است. 5200 نفر میگیره، 5000 نفر اضافی. بعضیاشون هم اصلا نمیان، بعضیاشون جا ندارن. حالا اشاره هایی میکنم. خب حالا این آقای علی محمد قلیها کیه؟ ماجرا چیه؟ ببینین، علی محمد قلیها داماد برادر حاج منصور ارزی مداح مورد عنایت رهبر معظم است. خرداد 90 آقای قلیها با حکم قالیباف میشه مدیر عامل بهره برداری مترو تهران. بیشترین بخور مداحا تو شهرداری از سال 90. قلیها که میشه مدیر عامل بهره برداری مترو، برای اینکه مداحا و افراد کف خیابون رو به قول قالیباف بیارن که مخصوصا تو درگیری‌های سال 88 بودن، میان فوری یه سری شغل اضافه میکنن. فقط یک نمونه، 60 پست مشاور ارشد اضافه میکنن. 60 تا مشاور ارشد. حقوقا هر کدوم مایی متوسط 10 میلیون تومان، بین 9 میلیون تومان تا 13 میلیون تومان. از کجا میارن آدما رو؟ از پایگاه‌های بسیج سراسیاب، مهرآباد، ستاری، پونک، نمیدونم محفلت و رقیه باغ فیض. کلا چند نفر؟ 4200 نفر. بذارین من فقط چند تا دونه درشتا رو که هم بزن بهادرهای بسیجی دور و بر قالیبافن از سال 92 تا حالا، تو همه سال 92 هم تو همه این مثلا کمپین‌های انتخاباتیش دور و برش بودن، هم پست‌های مهمی گرفتن تو شهرداری. اینا رو بگم. امید تشت زر برای مثال با مدرک کاردانی شد معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی. از خدمات آقای تشت زر بلوکه کردن 20 میلیارد تومان شهرداری در 4 بانک ملت فردوسی، مهر اقتصاد انقلاب، سینای فلسطین و انصار میدان انقلاب. بعد با بلوکه کردن این پول از هر بانک هر وقت خواست به سفارش قلیها داماد برادر منصور ارزی وام 50 میلیون تومانی گرفت با بهره 4%. اینا را نمیدونین بدونین. اینجوریه، یقه قالیبافو بگیرین. چی شده این؟ این پولا کجاست؟ 20 میلیارد تومان چرا بلوکه میشه؟
یکی دیگه حجت الاسلام حسینی، مشاور فرهنگی و مسئول وقت اداره نماز. حسینی غیر از آبروریزی‌های آشکار مکرر که تو دفترش با همدستی مسئولای دفترش، پسر موحدی کرمانی و یه آدمی به اسم پاچناری، اینا تو دفتر انجام میدادن به اسم وام درست کردن واسه دخترها و زنای نیازمند، بارها لو رفت، از محل 400 میلیون تومان تنخواه قابل تمدید، قابل شارژ تنخواه، 400 میلیون تومان تنخواه داشت این حضرت حجت الاسلام. در کمتر از 1 سال که تو شرکت مترو کار میکرد تو محله بولوار ستاری آپارتمان 150 متری خرید. این یکی از کاراش بود. بعدم انقدر گند زد که برش داشتن دیگه. حسن لطفی قبلا تو شرکت مترو یه کارگر ساده بود، گیت‌های مسافری رو کنترل میکرد، اما چون پامنبری منصور ارزی بود و هست، با مدیر عامل شدن داماد برادر منصور ارزی یعنی قلی‌ها، لطفی شد مدیر برنامه‌ریزی منابع انسانی. ایشون میدونین قبل از اینکه بره تو این کار، این عکس حاج منصور ارزیه، این آقای لطفی قبل از اینکه بره استخدام بشه تو مترو با پدرش که سرایدار یه مسجد تو منطقه 18 تهران، خانوادگی یعنی با مادرش و بقیه خانواده تو مسجد زندگی میکردن. از وقتی شد مدیر برنامه‌ریزی منابع انسانی، بعد یهویی هم شد مدیر برنامه‌ریزی منابع انسانی، گفتم بعد از گیت حدود 700 نفر رو جدا از طرح کلی اون 4200 که میگم استخدام کرد. بعد شیتیله گرفت، از هر کدوم بین 3 تا 7 میلیون تومان رشوه گرفت. ببینین اینایی که دارم میگم همه اسنادش موجوده. هم قلی‌ها که آخرش از اون سمت ورش داشت آقای لطفی رو میدونه، همه اینایی که من دارم، هم قالیباف رئیس قلی‌ها میدونه، هم منصور ارزی که بعد سفارش کرد که آقای لطفی، حسن لطفی رو بذارنش رئیس یه واحد جدید درست کردن به اسم مدیریت دانش افزایی، کردنش مدیر این. یکی دیگه حجت الاسلام روح الله علیکا. این علیکا پدیده است، مدیر وقت امور تجاری و بازاریابی شرکت مترو تهران، مسئول سابق گزینش وزارت اطلاعات، آمد شد مدیر امور تجاری و بازاریابی. حدود 80 نفر از دور و بریاشو و اعضای هیئت مذهبیشو که تو محله شاپور خیابون وحدت اسلامی اینا اوورد استخدام کرد. همشون شدن شاغل، همشون یا بی سواد مطلق یا زیر 5 کلاس سواد. ببین اینا خیلی هن. من اگه بخوام بگم باید یه وقتی بذاریم فقط درباره تک تک اینا صحبت کنیم. مثال کوچیک بزنم، مثلا علی محمد علیان، نوچه حسن خلج مداح، 1 روز سابقه کار نداره، با مدرک زیر دیپلم شد مدیر واحد تجاری و بازاریابی که بعد خبر اختلاس 2 میلیارد تومانیش از محل زدوبند با غرفه‌دارای مترو بهمن 95 لو رفت و دیگه اجباراً برکنارش کرد. تو این چند سال گذشته غیر از نوچه های مداح‌ها، خانواده هاشون تو شرکت های زیر مجموعه شهرداری قالیباف استخدام شدن. 1-2 تا مثال بزنم. مثلا خواهر بنی فاطمه مداح مدرکش کاردانی نقشه کشیه، اینو برمی‌دارن میبرن به عنوان کارشناس واحد امور مالی استخدامش میکنن. میگم جای نقشه کشی پر بوده، جاها پر بوده، گفتن خب اینجا بذاریمش کارشناس، پر شغل کارشناسه. یا مثلا داداش سلحشور سینمایی که عمرشون رو دادن به شما بقیه‌شون، داداشش شده رئیس یکی از واحدهای معاونت فرهنگی. هیچ کس هیچ وقت این آدم رو اونجا ندیده، فقط اسمش اونجاست. مای 8 میلیون تومان میره تو حسابش. بذارین قبل از اینکه کلتون سود بکشید یه نمونه دیگه بگم از ریخت و پاش حقوقای شهرداری. مردم نمیدونن چه درآمدی داره شهرداری و چه باهاش میشه. ببینین یک سندی هست، من امیدوارم که بتونیم نشون. بله ببینین این دستور کتبیه که 3,066,000 تومان به حساب امیر یار احمدی سروش بریزن.
این چه پولیه؟ نوشته مزایای غیر مستمر اردیبهشت ماه 93. چی کار است این آقا که مزایای فقط یک ماهش انقدره؟ مشاور عالی مدیر عامل. بعد خودش توی اون سندی که دیدین نوشته که خب